که احتمالاً از شنیدن آن شوکه می شوید. دختر خانمی که تبدیل کردن دوست پسر از سرگرمی های است. ویدیو را تا آخر تماشا کنید، اما قبل از آن چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. کرشنا شروف دوست دختر عبدالعظیم بدخشی در سال 1993 در هند متولد شده است. او با این حال در حال حاضر 29 سال سن دارد. او خواهر تایگر شروف بازیگر معروف بالیوود است. پدرش جیگی شروف بازیگر سرشناس هند و مادرش آیشه دات مسلمان است. کرشنا شروف زندگی پرخم و پیشی دارد و همواره در حال تغییر دوست پسر است. باور نمیکنید اما او طی 2 سال گذشته به گفته رسانه‌های هندی بیشتر از 2 دانه دوست پسر داشته است. کرشنا شروف در حالی که برادر و پدرش از جمله بازیگران سرشناس بالیوود هستند و او میتوانست بازیگر شود و شهرت خوبی به دست بیاورد، اما علیرغم این موضوع او از بازیگر شدن دست برداشت و وارد دنیای ورزش گردید. او در واقع یکی از ورزشکاران کاملا حرفه‌ای است. رشته ورزشی و اصلی او بوکس است و هرچند که او در صفحات اجتماعی علاقمندان زیادی ندارد، اما یکی از شادترین دختر خانم هایی است که در ظاهر دیده می شود. کرشنا شروف صاحب 2 برند معروف در هند است. او از طرف در چندین میوزیک ویدیو به عنوان هنرپیشه نقش اجرا کرده است. ناگفته نباید گذاشت که او همچنان صاحب یک باشگاه بوکس زنی در مومبای هند است. در واقع او علاقمند سرسخت سلمان خان است و از نظر او سلمان خان بهترین بازیگر بالیوود است. کرشنا شروف در زندگی از هیچ کم نمیارد. پول، موتر، خانه از کوچکترین نگرانی او به شمار می روند. موضوع جالبی که باید در مورد این خانم زیبا بدانید این است که او عاشق چنج کردن و یا هم تبدیل کردن دوست پسر است. او در 2 سال گذشته به گفته رسانه‌های هندی بیشتر از 2 دوست پسر داشته است که در این میان عبدالعظیم همچنان از جمله این 2 نفر است. قبل از عبدالعظیم بدخشی او دوست پسرش را در صفحات اجتماعیش معرفی کرد که در واقع همه علاقمندانش را شوکه کرد، چون دوست پسر او شخص خاصی نبود، در حالی که او خود دختر یکی از بزرگترین بازیگران معروف هند است. دوست پسر قبلی او به گفته برخی از رسانه‌های هندی زمان از او جدا شد که این تصویر در رسانه‌های شمالی به دست نشر سپرده شد. البته این آقا نصرت آشپز معروف است که داستان زندگی او را همچنان در یک ویدیوی جداگانه برایتان بعداً نشر خواهیم کرد. در واقع کرشنا شروف عاشق عکس و ویدیو گرفتن از خود است. او برندهای مختلفی دارد، اما پیدا کردن دوست پسر خوب شده یک از سرگرمی‌های او. عبدالعظیم جان بدخشی که در حال حاضر از شهرت خوب برخوردار است، همانطور که از لقبش معلوم است از ولایت زیبای بدخشان افغانستان است و یکی از فایترهای شکست ناپذیر افغانستان که بارها پرچم افغانستان را به اهتزاز درآورده است. او 1 سال قبل در هند زمان با کرشنا شروف آشنا شد که مسابقه خود را با پیروزی کامل برنده شده بود و یکی از فایترهای سرشناس این را مغلوب خود کرده بود. رابطه این 2 جوان خوب سپری میشد تا اینکه عبدالعظیم بدخشی چند روز قبل، یعنی حدود 2 هفته قبل، به جرم جعل اسناد یا همان پاسپورت جعلی که به گفته عبدالعظیم سوء تفاهم صورت گرفته بود از سوی پلیس هند دستگیر و زندانی شده بود و به همین خاطر دیده شده بود که رابطه ایشان بر هم خورده بود. کرشنا شروف یک بار از تمام شبکه‌های اجتماعی عبدالعظیم را آنفالو کرد و علاقمندان این خانم زیبا در فکر این بودند که کرشنا شروف در فکر دوست پسر جدید شده است، اما یک دفعه دوباره با عبدالعظیم بدخشی آشتی کرد و دوباره در شبکه‌های اجتماعی او را فالو و دنبال نمود. در کل این دختر خانم زیبا عاشق لذت بردن از زندگی است و حرف مردم هیچ چیز برایش اهمیتی ندارد. به هر حال ما موفقیت‌های بیشتر برای عظیم جان و این خانم زیبا خوانیم. دوستان عزیز، ممنون که بیننده این ویدیوی جذاب بودید. تا یک برنامه جذاب دیگر، گل لبخند بر لبانتان.